من از حمله نظامی آمریکا به علی خامنه‌ای، به فرماندهان سپاه، به نمایندگان مجلس، به مسئولان قضایی، به حتی خبرنگاران صدا و سیمایی که این روزها خونشوری میکنند و در جبهه دشمن ملت ایران ایستادن دفاع میکنم. من تنها راه نجات از آدمخواران جمهوری اسلامی، تنها راه نجات مردمی که چشمشون کور نشه، فرزندشون از دست نره، اموالشون به آتش کشیده نشه، وقتی یک بی سر و پای بی شرفی مثل محسن برهانی الان بیاد به معنای واقعی کلمه قوادی بکنه. ببین این بی شرف براش نوشته که یه سری افراد دارن قوادی مام میهن رو میکنن. اینقدر بی شرف که کسانی که اومدن با استدلال دفاع میکنن از حمله به عناصر سرکوب، اینها رو به قوادی متهم میکنه. کسی که ادعا میکنه حقوقدانه. قبلا هم مزخرف زیاد نوشته. دیگه ناچارم میگم زیر توییتش نوشتم که قواد اصلی پدر تو بوده که حاصل قوادیش فرزندی به نام تو و کسان دیگه که اسم اون به عنوان پدرتون اسمشون هست. وقتی عبدالکریم سروشی که این روزها کوچکترین کلامی از دهان نجسش در مورد کشتار این هم آدم در نمیاد، فقط دنباله که بگه آمریکا و اسرائیل دنبال ضربه زدن به ایران هستن. وقتی رضا نصری پیشاپیش میاد میگه که قرار هست سلولهای خفته مجاهدین و سلطنت طلبها و موساد بیان و ناامنی ایجاد کنن، وقتی که افراد مختلفی که ظاهرا وجیه المله بودن میان وارد میدان میشن، وقتی خاتمی پلید چند وقت خلاف ممنوع تصویری و ممنوع کلامیشو بردن که بیاد همین مزخرفات رو تکرار کنه، اتفاقا باید برای من شما دلیلی باشه که حتما باید از این حمله دفاع کنیم. اگر فرماندهان سپاه کشته بشن چه اتفاق میفته؟ به تو میگم چه اتفاق میفته و برای همین جمهوری اسلامی دارته. کشتار بیگناهان متوقف میشه، تروریسم اقتصادی اصلی کشور متوقف میشه. خب این سپاه اگر نباشه چی میشه؟ جز اینه که تروریسم اقتصادی متوقف میشه، فشارهایی که اطلاعات سپاه بر مردم میاره متوقف میشه، پولشویی متوقف میشه، بریز و پاشای مالی متوقف میشه و سرکوب متوقف میشه. این سپاه امنیت مرزی ایجاد کرده. اگر امنیت مرزی ایجاد کرده پس چه ادعا میکنه که اسرائیل داخل کشور و دو روز پشت سر هم چند هزار نفر کشته؟ پس این سپاه امنیت مرزی که ایجاد نمیکنه. این چند روزی که اینترنت قطع بوده در یک رقم 1100 مگاوات در روز صرفه‌جویی برق بوده که ناشی از توقف بیت کوین ها بوده. این بیت کوین ها مردم عادی انجام میدن. از داخل کشور قاچاق ورودی و خروجی رو هدایت میکنه، پولشویی میکنه، بیت کوین استخراج میکنه برای کثافتکاریش، اونم نه اینکه پولش گیر بیار در بیار بر مردم میدن، بری کثافتکاریش انجام بده و با پولهایی که چه از طریق بیت کوینی که باعث میشه برق قطع بشه، چه از طریق قاچاق ورودی و خروجی که یک نوع تروریسم اقتصادی و اقتصاد کشور به هم میریزه، درآمدش رو صرف ماجراجویی‌هاش در خارج از کشور میکنه، نتیجهش تحریم ملت ایران، نتیجهش مشکل برای مردم ایرانه. عبدالکریم سروش و رضا نصری و فرخ نگهدار و BBC و اون فارسی زبانان نا ایرانی کارمند BBC که میان یه جوری سامان میدن که انگار خطری متوجه ملت ایرانه، ببینن چه خبره. اگر نمایندگان مجلس رو به جهنم بفرستن چه اتفاقی میفته؟ اگر رادان قاتل از بین بره چه ضرری متوجه مردم میشه؟ نیروی انتظامی رادان برای مردم امنیت ایجاد میکنه یا فقط روزهای سرکوب پیداشون میشه؟ اگر خاتمی و کروبی و پزشکیان و قالیباف کشته بشن مردم ضرر میکنن یا نفع میبرن؟